امروز قراره با بچه‌ها یه چالش بریم که فقط خانوما از دستش برمیاد. بیایم ببینیم چی میشه. اول اینکه بطری رو میذاریم پایین، 3 قدم ازش فاصله میگیرین، پاهاتون رو کنار هم جفت میکنید، سرتون رو میارین پایین طوری که بچسبه به دیوار، بعد بطری رو میگیرین دستتون رو میایین بالا. به همین راحتی، ولی اینو فقط خانوما میتونن. بریم ثابت کنیم که آقایونم میتونن. آره حتما 2 بار. خب 3 قدم، پاهاتو کنار هم جفت کن. خوبه؟ وایسا تو فیلم نمیافتی. ها الان خوبه. برو سرتو بچسبون به دیوار، تقلب نکنی. آها بیا بالا ببینم میتونی. دیدی فقط خانوما میتونن. بس کمکت کنن. کمرت شکست. بیا بالا. فقط خانوما میتونن انجام بدن. ببینیم چی کار میکنیم.